بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. وطندارای عزیز، خوش آمدین باز به یکی از مستندای وحشت ما و بلال جان قند. دوستان، ما این بار در یکی از جنگلاتی هستیم که هم در روز دیده شده و هم در شب دیده شده. واقعا خیلی خطرناک، اینقدر خطرناک که ما نمیاله یه رقم ترس و حراس در وجودم است. دیگه توکل به خدا. تشکر میکنیم ما را بیننده هستین و ما را دنبال میکنین. دیگه تشکر میکنم از بلال جان قندم که ماشاءالله یک دلپوری است برای ما. قربانت رشا جان، مرا اول دسته ساعت مبارکت. خوب هستی؟ والا یک رقم ما خودت قصه کده آمدیم بلال جان، ببخشید ما سلام ما خودت قصه کده آمدیم در برنامه برات سلام ندادم، ببخشید. خواهش میکنم. دوستای عزیز سلام علیکم. با امید از که تک تک شما ایزا خوب و صحتمند باشین، لباس عافیت بر تن داشته باشین و مستند جنیات ما را دیگه کم کم هوا سرد شده میره. در هوای سرد شما گرم باشین و بیننده برنامه ما باشین. تشکر میکنیم از لایک های مقبولتان، کامنت های زیبایتان که برای ما و رشاد جان کامنت میتین و ما را نوازش میکنین تا باشه که ما برنامه خوبی را تقدیمتان کنیم. آرزو دارم که او برنامه مفتیدمم رشاد جان اگه یادت باشه او برنامه را شما دیده باشین. 4-5 روز پیش که بود. جور شدی؟ خوب شدی؟ خوب هستم. خدا را شکر. دیگه او برنامه را دیده باشین و شما میخواییم که حمایت ما کنین، ویوی ما را بالا ببرین، چینل را سابسکرایب کنین، به دوستایتان هم به معرفی بگیرین چینل و عزیزای دل ناگفته نمانه که گپ جدی را ما بر شما بزنم. متاسفانه که بدون وی پی این برنامه ما را کسی دیده نمیتونه. اگر شما هم کس را میخواین که دعوت کنین به چینل ما را ببینه، باید از وی پی این داشته باشه. از طریق وی پی این اونا میتونه برنامه ما را تماشا بکنن. انشالله همو ترس حراسی که در وجودشان می باشه همو کمتر میشه و ما کوشش میکنیم که در خطرناکترین جاهایی که در روز کس دل رفتنشان نمیکنه دیگه ما با توکل از خدا جان حرکت میکنیم، میایم کوشش میکنیم برنامه خوب براتان تقدیم بکنیم. همو مرگ و عزت و ذلت جانم پروردگار است دیگه. بدون شک. خدا رو شکر که حالا مایش از این مسیر درخت سگ شور میخوره بلال جان. اون درخت های نه این مسیر که ما خودت می آمدیم تا پیش برنامه را شروع بکنیم چند جای ما یگان چیزا را دیدم، ما خودت در جریان نماندم بلال جان. آرزو میکنم که برنامه خوب را براتون تقدیم کنیم. توکل به خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنیم برنامه خدا. و ما در باغ به دلیل زیاد میگردیم که اونا آزار اذیت شون و ما علایمشان بر ما بیشتر وانمود شود. ما متاسفانه چراغ دستی ما در یک ولایت در ولایت دیگه اومدین چراغ دستی ما را متاسفانه فراموش کرد. توکل به خدا بلال جان. انشالله ما در پایین ترین امکانات بهترین برنامه را کوشش میکنیم که آماده بسازیم و در جای خطرناک بریم و یک تعداد که علاقمند هستن که بیاین که ما داشته باشن از برنامه ما دیدن بکنن. میتونن در شماره که در زیر اسکرین تلویزیونشان نوشته شده خود که ما به تماس شون و بیاین به شرطی که پیش از پیش رشا جان آسان ترین رایش فقط در دسکریپشن از این ویدیو بره لینک اینستاگرام ما است، میتونن اونجا جوین شون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله محمد رسول الله. و پیش از آمدن خود بلال جان دت یک جنگل چی بوده میتونه؟ این علائم از شیاطین هستند. یعنی که در اینجا اگر اجینه ها هست اجینه های شیاطین هست. بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی که در اینجا حضورش هست دمی نزدیکا. بسم الله گفته. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله. رشا جان کوشش نکو که چیز کنی بان کمی ما فکر ما عزیز شد جمع شوا
لا اله الا الله محمد رسول الله. بیا کمره بیا. بیا کمره. صدا از این سخت میاد بلا جان. کسایی که در این منطقه زندگی کرده میگه در اینجا یک چیزی را به نام شیشک میگن که میای دراز داره بلا جان. در اینجا از طرف روز دیده شده و اکثریت وقت در اینجا میگه در این منطقه که ما دوستا قرار داریم فعلا یک تعداد دل نمیکنه که روز بیا. یکی از لا دوستان اله گفته که الا الله شیشک چی محمد رسول الله. اونو چی است؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. بلا جان چی بیا؟ اون روشنی چی است؟ پخش میگردن. اونو کامله تا بگه. بعضی از مردم گفته که این شیشک چی را میگن. بله. میره میشه برشون توضیح بدید. خب وقتی که امی سیاسرایی که حضور نماز نمیکنه تقریبا 40 روز به شکل در جنابت زندگی را تیر میکنن، وقت تیر میکنن یا به اندازه خطرناک میشن و وحشتناک میشن که باز یا از خانه و کاشانه خود مبرای در کل همی انسانایی که خود پاک نگاه نمیکنن، همی جندا و همی چیزا اکثریت لا اله الا الله محمد رسول الله. نام جنده که میگیریم عکس العمل هم نشان میده. شیشک دوستای عزیز موجود است. رشا جان براتون تشریح کرد. خب شیشک هم یک نوع از موجودات است که جن است. لا اله الا الله محمد رسول الله. او خود به اون شکل مویای دراز داره و اکثرا به شکل خانم ظاهر میشه. بله. به شکل زن ظاهر میشه. زیادتر در کجا می باشد؟ در باغا می باشد، در جایی که او است. اگر تو بخوای مثلا او به باغ تیلا بیتی اون نار میگه یا جوی میگه، در او لبای از او زیاد می باشه و زیرای درخت زیادتر می باشه که او را انسان به چشمم دیده میتونه. اینجا همی سگام که سر صدایشان برآمده امکانش است که چیزی رو دیده باشن. هر چیزی که از در این باغ سیاف است. الله اکبر. بیخی نزدیک است بلا جان. لا اله الا الله. این صداها چی است؟ وی بالا وی. مرا کمره تا بوده. بیا کمره تا بوده بیا. از این چیزا ما کم گرفته بین. از این چیزا ما کم بگی بیا نمیلخشی. از این ما کم بگی. کمره تا مرا بوده بلال جان. مرا بلال جان دسته بده. هر چیزی که از این بالاست، هر چی که ما در جای بلند قرار بگیریم همه که خود ما باز میتونیم پایین تصویرش داشته باشیم یا اگر چیزی پرت میشه سر ما آگار ما نکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی می نزدیکی هست. صدا میاد بلال جان. صدای چیز بلال؟ ناشناس بر من. بیا بلال. همین فضای رقم فضای وحشت هست، بسیار سخت است بلال جان. در جایی که
هاو باشه هاو باشه و پوشیده از درخت ها خودش باشه. از طرف شاو این طرف پرتو چیز را میبینی دو دانه چشمه هر چیز هست بوی کدام چیز هست سیل لایت میکنه. تکم کن لایت تکم کن آنه میبینی وازو بسته میشه هر چیزی که هست. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله محمد رسول الله. همون موقعیت باز در گرفته بلال. تو بیا از اینجا تصویر بگیرشه همون بیا، بیا. موقعیت باز در گرفته بلال. لا اله الا الله محمد رسول الله. همینجا عروسی از این جینه ها نباشه. شاید بلال جان باروسی باشه باز تو غلط می‌کنی. نه هم- وقتی که شیاطین باشه یعنی جنیات هم و شیاطین او که باشه این رقم علائم نشان میده آتش میزنه چون خود همین جنیات که هست مخلوقات است که الله سبحانه و تعالی اینا را از آتش خلق کرده در سوره الرحمن درباره از این جنیات گفته و در سوره خود جن داستانایش ذکر کرده در آیت هایی که به حضرت سلیمان در قرآن کریم آمده درباره جنیات گفته شده توضیحات کامل دادن همین خود رمی روشنایی از یه رقم ترسناک است بلال جان. میخوای کدام چیز از اونمو بیرون شده میره یا بگی بازی میکنن که یک حالت است. پایین نشه. بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله گفتم سر مفتی این تو میریم خونه تو بیا. بیا تو بیا بلال. لا اله الا الله محمد رسول الله. بیا بگی کمک. صدای پای صدا باز نزدیک شد. از این پایین میره. شاه جان همون طرف نمیریم نه اگر ما تر پس پایان اگر ما تو میگم پس پایان شویم کدام؟ این خانه کدام؟ پرنده خود باشه. کوکه اینه بلال جانه. خانه کدام؟ پرنده باشه یا بالکل همین جینه هم خدا که به شکل کبوترهای صحرایی جور میکنه باز هم تو جاها برای خود خانه جور میکنه. هر چی که از بلال جان نمیخواد از این درخت ها کنیم. لا اله الا الله محمد رسول الله. بلال جان احتیاط کن که شاخچه در چشم درویت نخوره بیا بلال. بیا بلال جان اینجا رسید بکن. تا بالا مدالت سوخته هستنه. هر چیزی که هست اینجا هست. سیه چی هست؟ اونو سیه چی هست؟ کامل تگذر از اون کو. چیزی که هست اینو اونجا نزدیک از بلال. بیا که پایین شویم سرش. حالا از این رو خطرناک است. از این رو که می رفتیم اونو تو پایین را داشتی خدا نخواسته نفتی. نه خیر است از این اینجا تا میشیم خواه چاره نداریم مرا کمریتا بوده. من میتونم نه نمیشه ایتیات مرا دسته مرا بده. آرام بعضی وقتا
کوشش میکنه کمی از پای آدم بگیره. بیاد اونجا پای تبان اینجا بنالخشی این اونجا یک ذره بارندگی شده اگر که دی خدا باز خار بود این درخت خار است چی است؟ بیا دیگه رفیق توکل سر بچه های فیلم این روزا میای ایره دیگه به زمین خوش در گرفتگی چه رقم آتش بوده که تر است زمین خطر است این چشم نیست؟ لا اله الا الله محمد رسول الله سکو آتشش تیز شده میره نمیگردن بغلای ما هست ما شما رو دیجا مصروف نکنه هونه او ده اوجاست ایجاست بیا ما گفتم که دمی نزدیکی ها هست همون را میگم نه بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء چه رقم جای معلوم میشه که این فضای از یه رقم میبینیم یک دگرد از این کدام چیز گشته باشه. هر موجودی که اینجا زندگی میکنه بر ما صدمه نرسانیم که صدمه برتان میرسانیم. ما آمدیم که بفهمیم این مکان شما برای چی تسخیر کردین. آتش بگی خدا آتش مولای تگل کو سال که میخواد از این یک واشات هست. لا اله الا الله محمد رسول الله. میگی خیلی کدام چیز از کدام چیز خونه لا اله الا الله محمد کدام چیز از آتش بالا میشه نموده. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. رمضان میره می آتش. بسم الله الذي لا يضر ما اسم شيء. الله اکبر. لا اله الا الله سلام سبحانك سلام إني كنت من الظالمين. الله اکبر. همینجا بالا میشد. الله اکبر. ایسی به بلال جان. لا اله الا الله محمد رسول الله. از این آتش بالا شده میرفتن. چی کنیم یا آتش رو نگل کنیم یا متبانیم بلال؟ نه میبینیم اینا گل به این خاطر کنیم که اگر باز بتانیم شد. چی بود؟ سایکو که هرچی میکنی گل نمیشه تو بیا سایکو همون را گل کتو لایت تا گل کتو لایت تا گل کو بسم الله مرا در نتا گرفتی شده تصویر لا اله الا الله کدام چی سالیم بگی مبره از اینجا دمی نزدیکی ما از بلال جان هر چیزی که از دمی نزدیکی ما هست بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله حلایم زیادتر از او طرف هستن زیادتر از که امو طرف بریم آنو خوب است از این درختان برگوشان تا که دیگه زمان شب کم شد آسمان دیگه میشد ماتم فضای اینجا بیخی وحشتناک است یک حالت است در تصویر ما معلوم میشه در تاریکی اینا لک چند دقیقه از این گروه خود استفاده میکنه بیا تا یا بتانه الله اکبر در تاریکی و خدا نزدیک میکنن
هم روشنی ما فایده میکنه. این روشن کنید. هم روشنی میشه که وا فرار بکنه. لا اله الا الله محمد رسول الله. این درخت خیلی خطرناکه. تصویرش رو از بگیر. اینجا بخی حضورشان است. الله اکبر. باق نبی سلیمان قسمتان میتیم ما را آزار نتین. ما به خاطر از این آمدیم که بر شما آزار اذیت برسانیم. دقات این تو بتا و دین تو جنگل بخی همو زیاف می باشن. درباره از این باغ دوستای عزیز بر ما یک معلومات کلی دادن که در این باغ از طرف روز مردم میتونه بیاید مصاحبهش، ولی از طرف شب نمیتونه. چندین نفر که بوده یعنی در این باغ آمده زده شده. زده به این معنا که جن گرفته شد. که بعضی دوستای ما ایرانی است، اونا میبینن برنامه ما را، لغتای ما را نمیتونن که اونا افهام تفهیمشان یعنی نمیتونه برداشت درست از لغتای ما بکنه. خب ما به زبان عامیانه خود به زبان دری صحبت میکنیم و این چیزها رو نام میگیریم. زده شده یعنی تسخیر شده، اون نفر جن به وجودش در آمده. باز برای ما گفتن که اینا از طریق اینستاگرام برای ما مسیج کردن، از ما خواسته که به این باغ بیاییم و ما ثبت برنامه کنیم آیا واقعیت داره یا نداره، دلیل از این چی هسته. اینجا که آمدیم بدون شک، یعنی همون چیز را که اونا گفته بودن ما قبول کردیم به راستی که این باغ گرنگ به معنای از این که جنیات در بین از این باغ وجود داره و ما هم خواستیم خدا به چالش بکشیم بیاییم به این باغ تا باشه از آثار و علائمش ما ثبت کنیم، تصویر بگیریم، ببینیم که چی نوع آزار و اذیت بر ما میرسونه و ما هم کوشش میکنیم که از این رقم جایا ما برنامه بسازیم. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. بلال جان اینجا بخی در روز هم آدم بیاد آدم میشه والا. هستن در این نزدیکی ما هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شیطان است. بسم الله الرحمن الرحیم. از این خاطر تو میکنه که ما را بلال جان ما را میتونه به دلیل که ما هر طرف بریم، چرا که نزدیکش ما میشیم باز اونا یک علائم یا یک علامت در دور میتن. باز برق تا گل که به مو شکل بالا میشن. اگه که میشدن مرا بگو که ما که دست بزنم اگر حس شوه که چی هست. لا اله الا الله محمد رسول الله. افغانستان در کل یک کشور اما تو خطرناک است. خطرناک در رقم که جای تاریخی بله جنگ که جای زیاد باشه جنیات از یک مکان به مکان دیگه میرن. وقتی که جنگ باشه اینا در کوه پناه میبرن، نزدیک نمی باشن. ما 40 سال در اینجا جنگ تیر کردیم و جنیات که از عاشق خون هستن، خون ریزی. الله اکبر. کدام چیز خیز انداخت بگیری بیخی. الله اکبر. هر چیزی که هست اینمی نزدیک ماست بیخی. توکل به خدا بلال جان. خداوند بخیر از اینجا سلامت ببر برای ما که یک زاره میبینم. ما بیخی رقم هم پیچاندم بلال جان. سعی کنین در دل هر انسان ترس می داشته باشه. حضرت عمر یکی از سخنایش همی بود که اگر انسان ترس در دل خود نداشته باشه خود به هلاکت میپرده. خب در دل ما ترس نیست، هر کاری که دلم شوه میکنه. اما می ترس است که ما باید مواظب جان خود باشیم. بدون شک. و شماهایی که در هر قسمت روی زمین زندگی میکنه اجینه ها تعدادشان از انسان ها بیشتر هستند و وقتی که صبح میشه و در جایی که زندگی میکنن در جایی میرن و وقتی که شو میشه و تمامش بیرون میبرن و کوشش بکنین که شما هر قدم که شو میبرداره با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم باشه و کوشش بکنه که از طرف شو کت خاکستر و کت آتش سر کارتان کم باشه
او جوش اگر بیرون میپرتین بدون بسم الله را بیرون نپرتین. این پیامبر صلی الله علیه و سلم هم ارشادات و راهنمایی بر ما و شما کرده. این نکات باید از ما مد نظر بگیریم و ما هم کوشش میکنیم در برنامه پرحرفی به این دلیل کنیم که شما را بفهمانیم. شمایی که میفهمین خب خیر، شمایی که نمیفهمین ما گپ به این خاطر میزنیم که این نکات شما مد نظر بگیریم و رعایتش کنیم. و یک تعداد دوستایی که خودشان علای ما را دیدن و از قصه های با خبر شده که از دوستایشان بوده، میشه که در کامنت بر ما نوشته بکنه که مو قصه های وحشتناکشان ما یادآوری بکنیم که در فلان منطقه. لا اله الا الله. همون نزدیک اوضاع و عوام باشن شاید به خاطر او خوردن و بالکل همون کل چیز به او ضرورت داره. بدون شک. یا ما شما هم در بسیار یک جای خطرناک هستیم بلال جان. و یک تعداد که الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. الله اکبر. کوشش بکنن که یک تعداد که جوان هستن یا پاک هستن در جای تنها نرن، در جایی که وحشتناک است حتی از طرف روز تنها نرن. و اگر میفهمن که این مسیر خطرناک است کوشش کنن که با حضور برن، با ذکر اذکار الله برن. و همین ذکر اذکار الله است که ترس از قلبای ما دور میکنه. بدون شک. وقتی که انسان ها وقتی میترسن که گناه و عصیان از پیششون سر زده باشه. همون خود گناه ترس است. وقتی که انسان ها پاک باشن، چیزی که پروردگار گفته سر خود عملی بکنن، باز الله اکبر، همین 18,000 مخلوق پروردگار تابعش می باشه. میجا بلال جان هر چیزی که هست هر چیزی که هست از بلال تو میری دیگه. ما کوشش بکنیم که در جریانی که زنده هستیم من لحظات نفسایی را که میکشیم با یاد خدا باشیم، با ذکر الله باشیم تا ما انسانای قوی باشیم در زندگی. وقتی که ما در ذکر الله می باشیم، در یاد الله می باشیم، باز ما را خداوند بسیار قوی مخلوق می‌دونه. آیت کلام الله است که میگه فذکرونی اذکرکم. بدون شک شما میگه ما را یاد بکنیم، الله را یاد بکنیم که الله ما را یاد بکنه. و الله جان است که ما را از تمام آفتایی که به چشم معلوم میشه و به چشم معلوم نمیشه نگاه میکنه. بعضی چیزا از بلال جان که ما به چشم دیده نمیتونیم. وقتی که ما توکل خدا به خدا بکنیم و به خدا رجوع بکنیم. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بلال جان همه هم دمیالات شورک است. بوی خیلی کنم چیز رو بازی میکنه. باش نه بیا بلال جان، بیا پسر موز بیا. یا بیخی دولت شور خوردن است. بوی کنم چیز از زیر پت شده باشه یا دارم آره باشه بلال جان میبینی؟ صدوم میبینی صدوم است. والا اون تو شروع کنم میره یک چوبا نگیریم داخل رقمی یک تکنه نیره شاجان ضرور نیست. خب بازم اگه مایل میبینی؟ ما خودت خواه ترس فعلا از سر ما پریده قدر چیزا را دیدیم دیگه توانش هم نیست که ما از این چیزا بترسیم دیگه ما میفهمم اگه میگیم ما بیخی اگه بازی کنیم نه بلال جان حس میکنی که همیجا کدام چیز در پایین ازی در گشت باشه بلال میبینی؟ بیا پیش بیا
بسم الله الرحمن الرحیم. این سایه به خاطر خوردن بسم الله بسم الله. باز اول دیگه چیز جمع کرد بقا نباشه. نمیفهم بقک باشه بازای دو طرف شورک میکنه. از این سایه میریم. از این سایه میریم بلال جان. لا اله الا الله محمد رسول الله. بسم الله. هر چیزی که بود از این حوض برآمد بلال. ما گفتم که چوبا میگیریم یک چوبک میزنیم. هم وقت کمره بوده چیز میکنی؟ هر چی بود برآمد. بیا بلال جان بیا. بیا کوشش کنیم ما شما در زندگی در دنیا مسافر هستیم بلال جان. نزدیک بگی؟ مسافر هستیم و خدا کنه که ساوند کت نشده باشه. نه انشالله. با شکل یک مسافر زندگی بکنیم. اما شر ما به هیچ مخلوق پروردگار نرسه. بدون شک. خداوند 18,000 مخلوق پیدا کرده بدون حکمت پیدا نکرده. بله. کلش به خاطر ما انسان ها پیدا کرده. و اشرف المخلوقات هم ماستیم. بدون شک. یکی از نعمت ها و فضیلت های بزرگ الهی الله اکبر بر انسان نمی است، بر ما انسان ها که الله سبحانه و تعالی ما را انسان و مسلمان مهمترین چیزش که مسلمان هستیم الحمدلله. الحمدلله. دیگه این نعمت و افتخار بزرگ است. دوستای عزیز خداوند با ایمان داشته باشه ما را ایمانای ما را خطا نکنه. خاتمه بخیر نصیب بگردانه ما را. ما بینندهایی که امی لحظه ما را بیننده هستند. دقیقاً. وقتی که انسان دالت ترس و وحشت می باشه باز دویشان قبول میشه. بدون شک. اما ارتباط آدم با پروردگار وصل می باشه. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. باز اینجا سنگینی را من احساس کردم و همین سایه بسیار خطرناک است. خطرناک است. چند جای آتش بود. همین علی امام زیاب شد بلال جان. خدای نخواسته بر ما خودت آسیب نرسانه. این باغ است که در اینجا 3 نفر یادآوری کردن که تسخیر جنیات شد و جنیات زدشانه تا یک مدت جنیات در وجودشان بود. الله اکبر. آدم حک پک میمونه که چی از کدام سو میزنن که مسیرش آدم بتانه گرفته. بیان تیب شکر بالا بریم در جای بریم که اقلا خودم آسیب پذیر نباشیم بلال جان. مرا دستای مرا یک برو. تو پیش برو، ما اینجا هستیم. تو برو بی که چی پیدا میکنی. نه تنها روانش نکن. ما هستیم اینو آماده میریم. لا اله الا الله محمد رسول الله. و بعض امی کسایی هستن که در وجودشان هست وقتی که یارو تسخیر میکنن میگن که ما در کجا هستیم و کجاها میریم و در کجاها شما نریم. اینجا برنامه را به پایان برسانیم. بلال جان خطرناک است اینجا وحشت زیاد است. همین که ما شما از اینجا که دهی بار بخیر صحیح و سلامت بریم بخیر. الله اکبر الله اکبر. همین خود شکلان نعمت است. لا بالله العلی العظیم. بیا کامرا بیا کامرا. با این چی است؟ کدام چیز از اونجا تو خوردم میره بلال جان. لا اله الا الله محمد رسول الله. چی هستی؟ هر چیزی که هستی ما به خاطر ضرر براتون آمدیم. بلال جان در نیمی تا اینجا هست. چی کنیم بالا بریم؟ بله رفیق. برنامه طولانی میشه و باید از برنامه را ختم کنیم. خب یه باغی بود شروع شد. اسمی که زیر سنگ گرفتن. خدا کنه برنامه مورد پسند شما عزیزا قرار گرفته باشه. ای بود برنامه امروزی که تقدیمتان کردیم. تا برنامه بعدی
شما را به خداوند یکتا امان میکنم. یادآوری کنم در رابطه به این باغ فراموشم شد، ببخشین دوستا که من خداحافظی کردم. 3 نفر در این باغ تسخیر شده و اونا را جن زده. مدت زیاد در وجودشان بوده و حرفای بی ربط میزده. ما حتما امرایشان مصاحبه هم میکنیم، مصاحبه هم میداشته باشیم که چگونه اینا را جنیات تسخیر کرده بود، دلیلش چی بود، چی میکردن که اینا. کل جای است. صدا زیاد شد. خب از که در حالت خطر اضطرار قرار داریم، فعلا به خیالات ما بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحیم. حالت اضطرار قرار داریم یا برنامه را اینجا ختم میکنیم بلال جان؟ دوستای عزیز، حتما مصاحبه را که ما کردیم اونا را شما ایزا بیننده باشین. این بود برنامه امروزی که تقدیمتان کردیم. تا برنامه بعدی خداحافظ تان. معلومات باز یادم رفته، مجبور هستم که باز تکرار بکنم. 3 تا از این اشخاص که جن گرفته بود همراه 1-2 تایش ما پیدایش کردیم، همراهشان صحبت کردیم، گپ زدیم. حتما برنامه‌اش شما عزیزات تماشا کنین. این باغ یکی از خطرناکترین باغایی بود که بر ما یادآوری کرد اینجا شیشک وجود داره. ما به چشم ندیدیم دیگه. آتش چیز را متوجه شدی؟ درباره شیشک هم بر شما یادآوری کردیم که او یک به شکل انسان میایه، مویای دراز داره، چهره بسیار زیاد خشن که در این باغ بوده داشت و هست. ما در کمره هم گرفتیم. انشالله که شما اون نکات یا اون جایی که شما دیدین بر ما یادآوری بکنین تا ما متوجه اون نکات شویم، چون که ما در برنامه هستیم نمیفهمیم. به اون دلیل تا برنامه بعدی خداحافظ تان. کامره را ما اونجا ماندیم، کامره ما بگیرم میگیریم. کاج یادمون را. دوستای عزیز تشکر که ما را بیننده هستین، حمایت میکنین و برای ما کامنت نوشته میکنین. در کل شما ها ناستانه هستین. شما ارزش از این دارین که ما در خطرناکترین جاهای افغانستان، در خطرناکترین موقعیت ها بریم تا در سختترین چالش ها براتان برنامه بسازیم. تا دیدار بعد تک تک تان بالا جان مسپاریم. وقتتان خوش. الان گردد. خداحافظ.